ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 85. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن ز رفتگان ساختم. تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. مدرسه لب حوض ارباب و باشندگان آنجا. در سالهایی که من در مدرسه حاجی زاهد استقامت داشتم، غیر از حجره عبدالخلیل مخدوم و مرزا عبدالواحد، برای من باز یک رفت و آمدگاه دیگر پیدا شد. من در این رفت و آمدگاه نوی خود با جوانان گوناگون و با آدمان عجیب و غریب شناس، آشنا و حالدان شدم. اینجا یک مدرسه کهنه‌ای بود که در گذری لب حوض ارباب بخارا بنا یافته بود. گذری لب حوض ارباب و مدرسه حاجی زاهد بسیار نزدیک بوده، در طرف شرقی آن واقع شده بود. در بین استقامتگاه من و آن گذر تنها مدرسه حسین بای بود که مدرسه حاجی زاهد چنان که در بالا قید کرده شد در پهلوی غربی آن مدرسه بنا یافته بود. گذری لب حوض ارباب باشد، در طرف شرقی مدرسه حسین بای بوده، در بین سرحد آن گذر و این مدرسه تنها یک تنگکوچه کندلنگ واسطه بود. از کنار این تنگکوچه تا مسجد گذری مذکور تخمیناً 100 قدم راه بود. مسجد، مدرسه‌چه و لب حوض ارباب در بین شهر رود و کوچه کلان واقع شده بود که رود از شمال آن حوض و مسجد، کوچه کلان از طرف جنوبی آنها می گذشت. مسجد در کنار رود بنا یافته، حوض به طرف شرق آن و پیوسته به ایوان آن کافته شده بود. مدرسه چه باشد در گوشه جنوبی مسجد و در شرقی مزار خواجه روشنایی بنا یافته بود که به وی از طرف جنوبی مسجد در آمده می شد. این مدرسه چه خیلی کهنه‌بینا و فترات بوده. حجره های آن را که از 5 یا 6 در بیش نبود، بعضی جوانان بی‌حولی یا تنگ‌حولی آن گذر تعمیر کرده نشسته بودند. یکی از جوانان که یکی از این حجره ها را تعمیر کرده نشسته بود، قاری عبدالوهاب نام کسی از باشندگان آن گذر بود که حولیچه میراثیش را برای خرج مرده پدر و مادرش فروخته خود بی حولی مانده، یکی از این حجره ها را تعمیر کرده زندگانی می کرد. عنوانی به نامش همراه شده قاری باشد هم او از قاریگی درآمد نداشت. ظاهراً قرآن فروشی کرده نان خوردن را همتش نمی پسندید و با سختی باشد هم با کتابت، با نسخه برداری کتاب ها روز می گذرانید. دیگری قاری عثمان نام داشت که بعد از مردن پدر و مادرش حولیچه میراثیش را اجاره مانده،
خود یکی از این حجره ها را تعمیر کرده می نشست. قاریگی او بنام بود. در خردسالیش پدرش او را با مقصد قرآن را یاد کناندن به قاری خانه داده بوده است، اما او این کاری دشوار را به گردن نگرفته آخر از قاری خانه گریخته بوده است. انا از همین چند روزه دوامت قاری خانه عنوان قاریگی به او همراه شده مانده است. او هنری دیگری هم نداشت، اساساً با بدل اجاره حولیچه‌اش قشاقخانه زندگانی می کرد. قاری عثمان خط و سوادی عادی داشت. ادبیات را می فهمید. ضرب المثل و مقالهای تاجیکی را بسیار می دانست. شیرین سخن و مجلس آرا بود. سخنان خود را با ضرب المثل و مقالها زینت و قوت می داد. قاری عثمان در میانه دوستان با لقب غازیانی مشهور بود. من اول گمان می کردم که باید او اصلا از گذری غازیان باشد که به این سبب او را غازیانی می گفته باشند. اما ثانی‌تر فهمیدم که سببی به او داده شدن این لقب دیگر بوده است. او از طعنه دینداران و از ترس سیاست رئیس شهر که بینمازان را با دره میزد، گاها به نماز 5 وقتی مسجد برایت هم به نماز جمعه هیچ نمی رفته است. اگر دینداران کنجکاو از او: قاری، شما امروز در مسجد جامع ننمودید؟ کجا بودید؟ گفته پرسند. او در جواب: من نماز جمعه را در جامع غازیان خواندم می گفته است. از بس که غازیان از آن گذر دور بوده، یگان نمازخوان آن گذر برای نماز جمعه به آنجا نمی رفت، در نماز جمعه در آنجا بودن یا نبودن او را هیچ کس معین کرده نمی توانسته است. بنابراین دوستانش به او غازیانی لقب دادند. این حادثه رفته رفته در شهر چنان آوازه شد که هر کسی به جامع نرفته را این کس نماز جمعه را در جامع غازیان خواندند می گفتند. سیوم میرزا ابراهیم نام جوانی بود که پدرش مکتبدار بوده، حولیش تنگ، بنابراین او یکی از این حجره ها را تعمیر کرده در وی زندگانی می نمود. میرزا ابراهیم خوشخط بوده، عمرش را با کتابت می گذرانید. هوس شعرگویی هم داشت، تخلص خود را صبحی قرار داده بود. چهارم قاری شریف نام داشت که پدرش کاردگری می کرد. خود این جوان هم هنری کاردگری را آموخته بود، اما پدرش او را به کسب خود نکشیده می خواست که قاری قرآن کند. بنابراین او را به قاری خانه داده بود، لیکن او این کار را نمی خواست. به سبب آنکه اگر در خانه باشد، بعدی از قاری خانه آمدن شبانه هم زیر نظارت پدر و قرآن تکرار کردن مجبور می شد، به بهانه اینکه در مدرسه به تنهایی قرآن تکرار کردن آسان تر است، از پدرش رخصت گرفته یک حجره را تعمیر کردن نشسته بود. و حال آنکه در اینجا یگان بار هم قرآن را به دست نگرفته، با باشندگان این مدرسه آزادانه صحبت کرده می گشت. پنجم اشرف جان نام صندوق ساز بود که او را میرزا اشرف هم می گفتند. او اصلا از این گذر نبوده، بعد از مردن پدر و مادرش در خردسالیش به این گذر به خانه همشیره‌اش آمده است. او به شوهر همشیره‌اش که صندوق ساز بود شاگرد شده این هنر را به دست آورده است. اشرف جان صندوق سازی هنرمند بود. از این کسب زندگی شخصیش به خوبی می گذشت. بعد از کلانتر شدنش یکی از حجره های این مدرسه چرا عمارت کرده در اینجا زندگانی می کرد. اشرف جان خط و سواد خوب داشت. شعر را نغز می فهمید
و به قول بخاراییان شاعر باز بود، یعنی شاعران را حرمت می کرد و با آنها علاقه می بست. سخنور و گبدان بود. از بس که هنوز جوان برابر من و حامد خواجه بود، زن و فرزند نداشت. بنابراین بازیافتش را به لباس خود خرج کرده بای بچه مانند می گشت. اشرف جان به مناسبت همیشگی با صندوق سازان سمرقند آشنایی و رفت و آمد داشت. در رفت و آمد سمرقند با گفت و گذار قدر زبان روسی را هم می دانست. انا همین 5 نفر بودند باشندگان اساسی این مدرسه چه، اما شماره با اینها و در اینجا رفت و آی کنندگان از خود آنها زیاد بود. یکی از آنها حامد خواجه بود که در همین گذر حولی داشت و در بالاخانه آن حولی می نشست، اما شب نشینی های او همیشه در همین مدرسه چه و با باشندگان اینجا به وقوع می آمد. او چنان که در بالا گذشت با من شریک درس شده، هوس شعرگویی هم داشت و به خود کلمه مهری را تخلص قرار داده بود. دیگری از اهالی همین گذر حاجی عبدالسلام نام درزی بود که کسبش درزدوزی بوده، دلش را در اینجا می کشاد و کوفتگی های از درزدوزی پیدا شده اش را در اینجا برطرف می کرد. غلام جان نام از بای بچگان همین گذر بود که به من ای پدر و عمکش نگاه نکرده به اینجا رفت و آی داشت. حولی قاری کمال حافظ هم اولها در همین گذر بود. او هم در شبهایی که به جای به مهمانی نرود اینجا آمده خاطر دوستان را با غزلی و سرود شاد می کرد. قاری کمال به مناسبت هم پیشگی قاری نجم حافظ را که از گذری دیگر بوده در یک بای خدمتگاری می کرد، گاها همراه خود اینجا می آورد و هر دوی اینها سبتخان مشهور ملا حامدی سبتی غجدوانی را نیز با خود می آوردند. در آن وقت بزم قشاقخانه این مدرسه جمشیدی می شد. من هم در این جمع آمدگاه به واسطه حامد خواجه مهری علاقه بستم و بیشترین شبهای تعطیل را اینجا می گذرانیدم و من محمد صدیق حیرت را با اینجایی ها شناسا کرده علاقه بنداندم که او هم با وجود دوری منزلش هفته 1 یا 2 شب اینجا آمده می رفت. صحبت ها و گفت و گذارهای اینجا عادی بوده. جایی به ادبیات علاقه داشتهش بیت برک بود، اما به بیت برک اینجا با تکلیف قاری عثمان یک نوع نویگری داده شده بود که طرفی که به طرف دیگر با بیت جواب دهد به وی یک ضرب المثل یا مقال خلقی را هم علاوه کردنش لازم بود. قاری عثمان این تکلیف را برای آن به میان آورده بود که چنان که در بالا قید شد، خودی او به ضرب المثل و مقال خلقی بسیار هوس داشت. بعد از قبول شدن این تکلیف، هرگاه که این بازی را تشکیل کردن خواهند، اشتراک کنندگان مجلس 2 تقسیم شده مقابلی هم می نشستند. در وقت تقسیم مرا با قاری عثمان در یک طرف نمی گذاشتند، باید هر کدام ما به طرف دیگر می گذاشتیم. این کار را برای موازینت دادن به طرفین می کردند. در آن وقتها من ضرب المثل و مقال را آنقدر بسیار ندانم هم بعد از قاری عثمان از دیگران بیشتر می دانستم. بنابراین با گذشتن هر کدام ما به یک طرف دیگر برابری طرفین نزدیک می شد. قاری عثمان این تکلیف را فقط برای قناعتمند کردن هوس خود به میان آورده باشد هم، این بازی برای باز شدن ذخیره زبانی من فایده بسیار کلان داد. زبان دیگر اشتراک کنندگان آن مجلس هم به آنکه خودشان با شعورانه
مقصد کرده گرفته باشند روز تا روز بایتر و پررتر می شد، زیرا هر کدام آنها در هر بازی اینجا ضرب المثل و مقالهای نو یاد می گرفتند. برای به همین بازی خرج کردن خودهاشان هم هر روز از موسفیدان و کمپیران پرسیده چیزهای نو به نوی آب نارسیده یافته می آوردند و این چیزهای نو هم به ذخیره زبانی عمومی اشتراک کنندگان آن بازی ضم می شد. کاری دیگری که شب نشینانی اینجا گاها به وی مشغولی می کردند بازی بود. در این بازی اشتراک کنندگان به طرفین تقسیم نشده هر کس به سر خود جوابگر بود. طریق این بازی همین بود که هر کس در وقت صحبت و گفتگوزار در مورد تصدیق یا قبول سخن هم صحبتش به جای باید آری یا بله می گفت. هر کسی که در وقت این بازی در مورد تصدیق و قبول سخنی یکی از اشتراک کنندگان گوید، این کس بایدادگی حساب می یافت. دیگران چپک زده اوید گویان مسخره می داشتند. در وقت این بازی قاری عثمان هیچ بای نمی داد. میرزا ابراهیم صبحی کم بای می داد. دیگران بسیار بای می دادند. من هم اولها کم هم باشد بای می دادم. رفته رفته هیچ بای نمی دادگی شدم. من این بازی را در مجلس های حجره عبدالخلیل مخدوم هم جاری کردم. در آنجا به این بازی میرزا عبدالواحد هم اشتراک می کرد، اما تا تمام شدنی بازی هیچ گپ نمی زد. با سخنی کسی جواب نمی داد تا که بای داده شرمنده نشود. قاری نورالله باشد در بازی اشتراک نمی کرد. من در این گونه بازی های احمقانه همراهی نمی کنم می گفت. رفته رفته این بازی در شهر شهرت یافت. جوانان در بین خود 2 کسه، 3 کسه و 4 کسه گرو می بستند که مدتی دور و دراز و بی مهلت در هر ملاقات به جای آری یا بلی گویند. باری من با 3 نفری دیگر گرو بسته بین خود عهد کردیم که مدتی دور و دراز نگوییم. حریفان من در هر ملاقات 1 بار 2 بار بای می دادند، اما من 3 سال بای ندادم. در آخر حریفان مرا فریب داده با تدبیر 1 بار گویاندند. اگر موردی پیدا شود در یگان جای یادداشت ها آن واقعه را نقل خواهم کرد. من معین نمی دانم که در بین لب حوض اربابیان این بازی را اول سر کرده کی برآورده است، اما همین معلوم بود که این بازی برای نزدیک کردن زبان گفتگو به زبان ادبی کم هم باشد خدمت می کرد. یکی از شبگذرانی های این جمع آمد غزلخوانی و سرودگویی بود. گاه گاه هم باشد این وظیفه را چنان که در بالا قید کرده شد قاری کمال، قاری نجم و ملا حامدی صوتی ادا می کردند. بعدها رحمت خواجه که در تنبور نوازی یگانه همان زمان بود و حاجی عبدالرحمن که شاگردی او بود نیز اشتراک کننده شدند. در اینجا باید همین را قید کنم که من اولین بار با حاجی عبدالعزیز سمرقندی در همین جا شناس شدم. نغمه دوتار و آواز دلنوازی او را در همین جا شنیدم. به همین مناسبت من می خواهم قسم 1 آچرکی را که بخشیده به وفات صنعتگری مذکور در سال 1936 نوشته بودم و در همان سال در شماره 2 ژورنالی برای ادبیات سوسیالیستی چاپ شده بود، فقط سرلوحه اش را دیگر کرده بعضی جاهایش را پرتافته کوتاه نموده
تحریرش را با اسلوب تحریری یادداشت‌ها موافق گردانده در اینجا نقل نمایم. اولین ملاقات من با حاجی عبدالعزیز سمرقندی. ما اشتراک کنندگان شب نشینی های مدرسه لبی حفظ ارباب همگی موسیقی دوست بودیم. اکثری خواننده و نوازندگان بخارا را دیده نغمه ساز و مرغوره آواز آنها را شنیده بودیم. اما حاجی عبدالعزیز صنعتگری سمرقندی را ندیده تنها تعریف و توصیف او را از دوستداران موسیقی شنیده بودیم. خصوصاً اشرف جان صندوقساز که بارها در سمرقند او را دیده و در بزمهایش اشتراک کرده بود، در هر مورد او را تعریف کرده شوق دیدار و هوس شنیدن نغمه دوتار و آوازی فرحباری او را در دل ما بیدار می کرد. اما ما بضاعتی نداشتیم که برای دریافتن بزم او به سمرقند رویم و ثروتی را صاحب نبودیم که با صرف آن او را به بخارا دعوت کرده نغمه ساز و آواز دلنوازی او را شنویم. در همان وقتهایی که ما حسرت می خوردیم آوازه شد که یکی از بایهای کلان بخارا توی می کرده است و در تویش در قطار سازندگان مشهوری نزدیک و دور حاجی عبدالعزیز سمرقندی مشهور را هم می آورده است. این آوازه به ما امیدی تازه و شادمانی بی اندازه بخشید که در قطار دایره خبران باشیم هم به آن بزم رفته او را خواهیم دید و با امیدواری های دلفروز نگران آن روزی فیروز شدیم. عاقبت آن روزی فیروز رسید و شبانه از آن تویخانه آوازی دایره به فلک پیچید. ما هم در قطار عامه بزمگران شهر بی هیچ دعوت موافق رسم و عادت بخارا با شنیدن خروش دایره خبر شده به آنجا رفتیم. حوری بای بسیار کلان بود، اما از بسیاری تماشابینان در آن حوری کلان جای سوزن زدن نبود. در میان جای حوری اوغوری را نهاده درونی وی را پر از روغنی زغیر کرده لطه های کهنه را پلتوار در درون آن گذاشته آتش سر داده بودند که تمام حولی را مانند روز روشن کرده بود، اما مانند روزی گردبادناکی پرغبار و خاک چشم کشادن و نفس کشیدن ممکن نبود، چون که دودی غلیظی روغنی زغیر و لطه های کهنه با بوی بدی تند و تیز خود چشمها را می سوزانید و دماغها را می ترکانید. از هجوم تماشابینان در دوری اوغور به زور دایره تنگی را خالی نگاه داشته بودند که در یک کنار آن دایره دستان قطار نشسته آسمان کف دایره می نواختند و رقاصان گویا که رقص می کرده باشند، شاید برای از آن دودی زهرآلود گریزگاه یافتن باشد، چشمان خود را مالیش داده در دوری اوغور می تاختند. ما در قطار دایره خبران دیر آمده در گوشه راست ایستاده نگران برآمد حاجی عبدالعزیز بودیم. از بس که همه خواص و گوش و چشم ما به خیال او بند بود، بیشترین وقت هرچند شورانگیز باشد هم آواز دایره و سرودی دایره دستان را ناشنیده و هر قدر طرب خیز باشد هم رقصی رقاصان را نادیده می ماندیم.
یک پیت بزم تمام شد. اغر را از میان برداشتند. روزی پردود و غباری جانکاه به شب سیاهی بیماه مبدل گردید. اکنون وقتی رفتن ما بر این مهمانانی ناخوانده دایره خبر رسیده بود. پس حاجی عبدالعزیز کجاست؟ گفتم من به رفیقانم که مهیای رفتن شده ایستاده بودند. باید در مهمان خانه باشد، گفت یکی از رفیقان. هیچ نباشد، افت و اندامش را می دیدیم. گویان من آرزوی خود را بیان نمودم. از حولی راست نبر آمده روی صفه را گردش کرده از پیش مهمان خانه گذشته می براییم، گفت یکی از رفیقان. اگر در آنجا باشد از تریزه نگاه کرده از دور هم باشد می بینیم. ما از جای چقوری حولی که بخاراییان تفتان می نامند و بزم دوری اغر آنجا تشکیل یافته بود بر روی صفه بلند برآمدیم و گویا که از روی صفه گذشته به سر زینه طرف دیگر رفته از آنجا به تفتان می فرامده باشیم از تک تک دیواری مهمانخانه روانه شدیم. وقتی که به پیش تریزه رسیدیم در آنجا از رفتن باز ایستاده به درون مهمانخانه چشم دوختیم. در شیفت خانه لمپه های چیلوم آویزه قطار می افروختند. در دورادور مهمانخانه بایها و بای بچه ها با لباس های پرقیمت به خود زینت داده مغرورانه می نشستند که آنها بخارایی بوده. ما همه آنها را شخصا می شناختیم. اما در پیشگاه خانه یک آدمی قامت پستی باریک منهی خردروی سیاه چهره تنگ چشم که ریشش سیاهی تنک و کوتاه بوده از پیشانش ترشی کلانگیری و خودپسندی میبارید می نشست. ما او را نمی شناختیم و از آن پیش ندیده بودیم. لباسهای ته به ته و قبط به قبط این آدم خیلی قیمت بها بوده. با وجود آنقدر سرد نبودن هوا و با لمپه های چیلوم حماموار گرم شدن خانه، آن کس یک پوستینی پارچه سیاهی اعلا هم بر تن داشت که ابرش از شاهی قرشیگی قاری ملا بود. شاید آن آدم از گرمی خانه به تنگ آمده باشد که یک آستین پوستینش را کشیده می نشست و با این کاری او پرقیمتی لباسهای زیرینش هم نمایان شده می ایستاد. شاید برای جیزک دادن به بایهای مغروری خدارای بخارا باشد. آن کس بری پوستین آستینش از دست بیرون کردهش را چپه کرده مانده بود که معاینه پرقیمت آن به نظر بینندگان نمایشکارانه جلوه می کرد. این آدم چارزانو می نشست. بایها و بای بچه های بخارا که دو زانو نشسته بودند چشمهای خودهاشان را از آن آدم نمی کندند و به هر نگاهی او و به هر حرکت و سخنی او با همه مغروریشان دست پیش گرفته سرخم کرده به او احترامی خود را نشان می دادند. شما گفتار 85 رو از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.